زنیت را همسایه برا ها کنی ننگ ناموسی تو ناموس داری یا نه مردک هستی یا نه ای به میدونی یا نه مامان درگیر با پریستوب گیری هم خیلی چی بیارایم یا دورو خوریم دختری مردک 2 روز گیریه کرده در روی حولی گشت دیلم میسوز آخه گیر باید دختر نشان ته اوخی اوچا مؤلفی سناریو و کارگردان رجبعلی ابرانی با میکردم من چی راه کشتم نمیتونم خلا خلا اولا بای ها کلین چوکا خلا نمیدونم واما درگیر با پریستوب گیری هم خیلی چی بیارایم یا دورو خوریم چوی خمیشی تو نمیدونم می اول خونده که میخوری برای اول این بچه در جو باشه 2 روز میزنش میانش در دور ایقا بچه بی پروه خیلی نمیگیری یا دختر رو بری و خیلی جو بری الله الو رجبعلی نباید شجاع در جوی من این پیاز با چو خستگی دویده خونه بیو هم رو اومدم یه ساعت پیش خوب کردی از ساعت پیش اومدی نمی با پوزی 5 مینوت پس در خونه شب التماس اینجا شد هم تینجه هم نو تینجه تست که بیا با میفهمی من لازمیم مالی خیلی بیو اینم یا زنوتونه بری نوخیه دختر روخی اوچا ها چیه پوچا خواتیرم که خواتیر نشمه استولمان گیرش اینجا چیه پوچا آخه میزن تا میگو 3 روزه که اینجا میانش درد میگیره پریستوب میگیره خیلی گیره میره یا دختر برکنی اوخی اوما دختر نباشم اوخی خیلی من از شکیدم دورو دادم هیچی فایده نکرد خیلی یا دختر بر دختر رو بینن که خوندگی هم و یا میدونن اوخی خیلی دختری مردک 2 روز گیریه کرده در روی حولی گشت دیلم میسوز آخه گیر باید دختر نشان ته اوخی اوچا همین دل ما همین زنک گرفت هر روز همین دورو خری هر روز ای دورو را بیار اون دورو را بیار خیلی بس بده گیزوخه اوچا هم کلی همسایه دیده که چرا هفتم یک گلا دروش خریدم و آوردم همین 2 روزه 3 روزه یه هفته من فقط دورو خریدم همین برای همین من فرود کردین اوچا کار داری نداری ایزان ته اوخی گیر برش دختر دا نشان ته اوخی من کار دارم اوچا کاری من ضروره اوچا در نام جونم دیموز مرا بفهم اوخی باید زنی تا زنی من نیسته که من گیرم بروا زنان بیموره بچه من لیساز با ای هر روز بیمور بچه هر روز چه بدیم نگی میدوزه بعد هم بگردیم دم بی همه کار برمونه پرتیم اوچا اینا تاکسی بگیریم برنش برگون تاکسی خیلی 5 مینوت وقتا میگه 20 وقتا نمیگرفته نیم مینوت بگیره نمی برمش اوچا نه دروی در دوچه ماشین یا وقتی دیگه باشه خیلی همین بگیریم برنش اوچا دستایش مو اخیر همین ماشین کنیم خودم یاد میگیرم دیگه سکاری پاموش میشم در می کلینا خیلی من تمام همه کارم پرتم به خاطر همین کلینات سالیم باشم باید من همه کارم پرتم بیام من باید با تلفن و چجون در نام صدقه مرا میگفتی که نمتری گپای من نمیام خواهران مادران و پجانکای ما شما میتونید توسط هم تلفن موبیلیتون در خونه نشسته هر ماه از 3000 تا 15000 تومانی پول به دست بیارید یعنی چه خیلی شرکت فابلیک برای هر یک شما شرایط خوبی کاری فراهم آورده که شما میتونید ای خونه در گرمی و سردی نبروین خودتون عذاب نداده در خونه نشسته در گرمی کار فعالیت خودتون بیزنس خودتون پیش برده هر ماه از 3000 تا 15000 تومان 20000 تومان پول به دست بیارید برای به کار قبول شدن شما در دیپلم لازم نیست زبان خارجی دانستن لازم نیست یگان کس التماس نمیکنه یگان کس پول نمیتین دانشجو دخترکا 100% میتونین کار کنین اپایی که در کارخانه دولتی و کارخانه شخصی کار میکنین شما هم 100% میتونین کار کنین برای به کار قبول شدن یگان کس التماس نمیکنین فقط انا می ستارشی دایرکتوری شرکت فابلیک اپای بیبیروهیلا در اینو می دادرکتون رجبعلی ابرانی حاضر اکک در واتساپش می نویسین مراجعت میکنین اپای ما تمام نازکی کارو نقطه به نقطه شما را یاد میتم میفهمونه با معاش خوب با دایرکتوری برده میرسونه تا که اپای ما تجربه داره بعد نگفتن همون در شرکت فابلیک کار کردن چی خوبیا داره
21 روز پس معاش میگیرین. غیر معاشای میگرفتگیتون هر ماه توفا میگیرین. غیر توفای میگرفتگیتون وقتی که شما 2 ماه 3 ماه کار میکنین دایرکت شرکت میشین، در این حالت 20000 تومانی از جانب شرکت فابریک قبول میکنین. این چونی باید چلای طلای دیگه ای جانب اپای ببیراهیلا یعنی همین دایرکتورتون حرکت کنین در واتساپش حاضر یک بنویسین کار آغاز کنین. خاطر همین کلینات سالم باشن باید من همه کار من براتون بیام. من باید با تلفن و چجون در نوم زدم من میگفتی که نمیتاری گپ من نمیومدم. میگو زنت نزنی ما باشه. ای بیا بگیریم برین اینا میگه همه روی ده میگوی جا یکو ماشین بزرگ آوردن هم قطارش کرده بگی بپرشو چخده. کاش که زن نمیدادم به زن میگشته نمیخه زن دادم بلای سرم شده. آه چجون؟ زنگ زده ای بیو بچم کار دارم راست دیگه زنگ زده خاطر اومدم بخیر اینجا ما بچم هم قزیق شدم که یعنی دادرت غم میتیه روزگردیش بس نبود که با شوگرد شده شو دیر میبیویا این زنش این دختری مردم 2-3 روز شده میونش در گرفته پریستوپ گرفته میگم که برای دکتر برای سوسو نشون تشه جاغ باغ میبرداره که در خونه 2 ماشینه گیرین خطون برین اوخه من ماشینه کردن نتونم کجا میگیرم میبرم اوخی یا فهم باشه یا پیش شگیر که تیا نظارت که همی کجا میره قطی کی جورگی میکنه کی انجوروی که روزگردش باز بود که با شوگرد شده قطی جوروش یگون بالا یگون فلاکت از سر نکنه که دیگه بعد وای گفتم اونیم بچم چجور خاک نمیدونم ولی بگم یارو گاب خفه میشه نگم نمیشه بچه تو نختونه حد زیاده وقتش دیر کرد این خیکده که نه حوزی دیگه دردی سر شده گه نمیدونیم چکو کنیم من حیرانم بخونم ولی دیگه با مجبورم که با مزنی را بیرم همیسه برای من حیرانم بخونم خیلی چکو کنیم دیگه هم کلونتری خونه کشیدی درد همه دردی سر لطه اکو بچم روست میگی من ایرکش کردم همی کمپیرا همی بی چون ای کنجه کی ای همه خوردیه کی این نازدانه خانه کی کین چیزی خانه که انا بلای سری خانه ما شد این روز خیلی بچم برای من کلینه یعنی شون تیم که من زکش نیست ایدینه همین ما کدیم که عادت کده دیگه میگرده جورا بازی کده شو نمیشه دیگه یک بی‌صاحب شده گشته من نمیدونم بچه را بزده نشید با گفتن نشید با نصیحت نشید خیلی دیگه ایلوش نیست خیلی دیگه تیوشیم میریم او برکه بچم کلین کلونتر کشید دیگه کو پشت لباساتا بیایم تیسر کنی بگذاریم شما بگذاریم شجون خیلی دارم محکمه بالاتر شد ای بچه همین زنگ زدن یا برده بردارم تلفن تا اکا همین آدم کار داره همین کم ترک بفهمین اکا چی گپه همین شما دم به دم زنگ میزنین همیشه عمر اکا 20 بار زیاد زنگ زدگی میروزمون میتین اکا کم ترک دم بگیریم این صورت دم به دم زنگ میزنین اکا همین تو خود تپرس که تمارا روز میتیانه همین تمارا روز میتیانه میمونی زندگی که نمیانه زن تو کسل شده است همسایه بگیره براش بلیسا گوش که مرا او چم خسته همسایه رفته خویش دوره کی زورا دوره کی بیا زنی همین بچه مرا بگی با بیمارخانه بر زنی تر همسایه بره کنی ننگ ناموسی تو ناموس داری یا نه مردک هستی یا نه عیب میدونی یا نه زنی تو حاضی جراحی میشوه تو خیلی بنادانی زده گشته استی تو عیب نمیدونی شرم نمیدونی
ака ма кор дорам, ма корам зарура ака, ма пеш ту биём ака бугу мара 10,000 сомон бите мети мара ака, ма кор дорам ака. эй чара садкаян аму пулое ки ма дар та сарф кардагим дар ту додагим ано садкаян аму пулошай ма минат кардани набудам на ки ту мараку данами ҷоном оварда расонди фаҳмидӣ ма ту вори додар беномус шарр медорам мефаҳмӣ изо мекашам дар ҳами ҷамъият ту кай мардак мешай кай нанга номус мекунӣ кай ту зани кӯдак тасоҳиб мешай кор дорам ҳама кор дорам фаҳмидӣ ман кор дорам неки ма барои зану фарзанд ҷонмо метом ту чӣ ту беномус ман ҷура дорам ман хел дорам чӣ хеле ман анги номус надорам ака, ҳар рӯз дору харида бурдаестам, ҳама шароитам муҳайё кардагим, бояд чӣ кор кунам ака? мерем амура ҷароҳишам мекунем мегзарам мерам неки ту ҳамчун номард дар ёду хаёли зан хисри хуштомадат мемонӣ инаира фаромӯш накун ای بچه این بچه ماشینش فروخت من میترسم که آیسته آیسته همین خانه و درم نفروشه که به خانه و درمونیم من تفتم همین نظارت کن بین کی انجوروهاش کی کتی میگرده شبا کجا میره روزا کجا میره نظارت کن تو اکا هستی اخی تو در بیرون هستی من زنم در درون خانه ایم من کجا میدونم که کجا میره خب چجان گپ تو درسته نه که ما هم نمیتونیم دیگه شب روز که دم بیره بگیریم بگردیم و ما کار نکنم باز این اگه پیش نبرم این ای میگرده سگ برین کیم چیکارو میکنه جورا بازی میکنه و مجبورم با ما خونه را نگاه بین تامین کنم من اگه دم ایرا گیرم هم از زندگی کار برم میمونم موچه این خیلم نمیشه نمیدونم وقتو دیگه صاحب بده که جو بزنم وار کنیم نه نام شو بگی و گوش بکش سلام علیکم. سلام علیکم وای کجا بر اومدی کار برداشتم کارا حل نشده چی حال دارم چه هست سوزین دست رحمت چی حال داریم نمیبینی چی حال داریم هایده است روز نداریم حال اوسو بیسته که هم هست خوبه من چکو کردم اکا چیکار کرده هایده بیلا بگی قوم نبکنم بدون تای خواب میکن همه آرام بیسته ای برای ما ارزانتر میغلطه از اوی که دقیقی کوچه قرضدارو ایتمور همه قپنم به ناموسمون میگن کیم چی گپای دیگه میگن قرض دادر تا نمیتونی دادره خیلی اکایی ناموس داری نداری قرض ما در وقتی قرض گیری تو بدم خطی هم بچه نه بدم یا نبدم نه که امروز ما برای تو وجوراتا به ناموس شده اکا هم از حد فویزه یکم کاملی نیست همه مایده اکا حلشون کرده استیم آچه جانی ما میگم همو زمینی بالا بودگی را فروختین و چه خیلی قرضم و ماشین ما فروختم یک 80-70 فویزش سپردم یک کم ترکی دیگه شد 50,000-70,000 دیگه موندگی من سوخ میدودین و چه با در کار میکردم مثلا دیگه میدودم تو و چه من قرض نبودم با خدا با جونم و چه هر روز زنگ میزنن هر روز مثلا دیگه که دل ما گرفتگی هم زندگی که قرض در لرزه رو برده ها زورت آمد من لرزی ها قرض دادن نمیتونی ولی ای بخیره تو اولی جوابی ای عذاب و اذیت هایی که مادر دادی زن و فرزند دادی ای قدر ظلمه که اینا را کردی فقط جواب اینا را چی خیل میتی عذابی ای جوابی یک قرضی 50 و 100 هزار دادن نمیتونی جواب یارا چی خیل میتی فقط نه چی خیل میتی ماشین فروختم ولی ماشین نه به ماشینیت بخیر ولی پگه به ماشین هم میمونی به خونه و در میمونی در قد کوچه میمونی به زن و به فرزند میمونی به صاحب میمونی بعد به کفن میمونی ولی همین خیلی انمی به ماشین موندن و انمی قرضدار موندنت برای تو درسه نه که تو نمیفهمی ما بسیار دیدیم قمار باز و خیلی چک زنایی میگفتگی تا چخیل زن و فرزند ای دست دادن چخیل ناموسشون ای دست دادن بعضش چخیل کنجی ترمه رفتن شیشتن ما بسیار دیدیم میشه اصلاح بشه نمیشه پناه به خدا دیگه من تا گپ ندارم مؤلفی سناریو و کارگردان رجب علی ابرانی